یه تقلب ریز به پسرا، مخصوصا اونایی که اسمشون امیره. اگه میخوای به یه دختری ثابت کنی که دوستش داری، فقط کافیه بهش نشون بدی که برات مهمه و بهش اهمیت میدی. چون هیچ چیزی به اندازه اهمیت دادن یه دختر رو خوشحال نمیکنه، مخصوصا وقتایی که حالش خوب نیست و بهت احتیاج داره. بخوام مثال بزنم، تو دوران PMSش به جای اینکه هر بار براش باکس گل و شکلات بخری که کم کم 2 میلیون هزینه‌اش میشه و به هیچ دردی هم نمیخوره، این کمربند ماساژور و حرارتی مخصوص دوران قاعدگی رو بخر. این کمربند روی دل و کمر خانوما بسته میشه. 4 درجه ماساژ لرزشی داره که کمک میکنه دل دردشون کمتر بشه. 3 درجه حرارت مختلفم داره که دیگه لازم نباشه برن کیسه آب گرم پر کنن. صفحه مانیتور، کابل شارژ تایپ C و دفترچه راهنما هم داره. یه کار کاملا شیک و وارداتی که حتی پکیجینگش هم جذاب و مناسب هدیه دادنه. موجودی فعلی این کار فقط 60 عدده و با قیمتی هم که ما گذاشتیم نهایتا 2 روزه تمومه و بعد از تموم شدن پارت اول میتونید پارت دومو برای 2 هفته آینده پیش خرید کنید. برای امیرایی که تعداد بالا میخرن هم قیمت عمده حساب میکنید.